السلام علیکم داملای عزیز و شیرین سخن. هر وقتی که در خانه کسیته های امر معروف شما را گوش می کردیم، پدری خدا رحمتی هم شما را بسیار دوست می داشت از برای لفظ شیرینتان و دائما به ما می گفت که یک بار او را به من از نزدیک شناس کنید تا که من با او هم صحبت شوم و رحمت باشی خود را به او اظهار نمایم. از بس که او بیمار بود، او را نصیب دیدار شما نکرده از دنیا گذشت. از شما خواهش و التماس می نمایم که در حق او دعا کنید. خدای مهربان این پدری که آرزوی دیدار ما کرده است و خواست است از صحبت ما چیزی برخوردار شود و ساعت عجل که بالای او آمده رسید، خدای مهربان روحش شاد و قبرش را پروردگار و پرنور بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملا حاجی میرزا. من یکی از مخلصان اشدی شما می باشم. پیش از سوال کردن از شما و از دیگر داملایان عذر می خواهم. یک سوال دارم. در محله ما، یعنی این کس بسیار نویسنده است، مقصد سوالش این است که در محله ما دو ملا یا یک ملای هست و مردم را به خیر و سخاوت دعوت میکنند و از فضیلت‌های خیر و سخاوت مردم اعلان میکنند، لیکن خودشان خیر و سخاوت نمیکنند. یعنی از شما عذرخواهی بسیار میکنم گفته او و این را آرامانه به ما جواب گردانید. یعنی فرقی ندارد در نزد خیر و سخاوت چی ملا باشد چی غیر ملا باشد، همش یک نفری هستند در نزد پروردگار، مگر که خداوند اهل علم را، کسانی که علم دارند، کسانی که عالم هستند، اونها را پروردگار خود خبر میدهد که اینها را ما درجات خاصه دادگی هستیم. یعنی اینها البته به البته چگونه ای که خداوند میگوید قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا آن کسانی که عالم هستند و آن کسانی که عالم نیستند آیا در قدر و در قیمت برابر هستند؟ خدا میگوید نه، بلکه عالم ها درجه خاصه دارند. چگونه ای که در رفت گپ ما و شما میگوییم پرهنر از بیهنر بالا نشیند عیب نیست، یعنی عالم همان شخص پرهنر است، لیکن اگر کدام عالم و کدام داملای اگر شرایط داشته باشد، اونم باید که برابر مردم چیکار کند؟ در خیر و سخاوت کوشش کند. این معنای را ندارد که اگر پیشوایی که علم داشته باشد و همه شرایط های زندگیش مهیا باشد لیکن وی خیر و سخاوت نکند، این معنای او را ندارد. باید که بیشتر باز عالم یا پیشوا باید که وی با خیرش زیادتر باشد، چگونه ای که به مردم خودش تبلیغ میکند. لیکن مادامی که اگر شرایطش نباشد وی ما و شما مجبور کردن نمیتونیم. و دیگر فضیلتی که پیشواها دارن این است که وقتی بر یک انسان یک بسم الله الرحمن الرحیم تعلیم دهد، از هزار خیر احسانی که دیگر شخصان انجام میدهند فضلش بالاتر است. وقتی یک عالم اگر یک ساعت یا از او کمتر در بین مردم تبلیغ میکند و مردم به سوی خدا دعوت میکند، اگر تو ماه در راه خدا خیر احسان کنی به ثواب او برابر شدن نمیتونی. اینش هم باید ما و شما فراموش نکنیم.
و دوم سوالی که کردن، در وقت امر معروف رفته ایستاده باشد نماز تحیه مسجد خواندن درست است یا نه؟ این نزد مذهب ابو حنیفه اگر در حالتی که پیشوا داملا امر معروف دارد تحیه مسجد خواندنش مکروه است، ممکن نیست. این امر معروف باید که اون چیکار کند؟ باید گوش اندازد. تحیه مسجد را نزد مذهب ابو حنیفه مستحب خواندن، گفتن مستحب است تحیه مسجد خواندن. یعنی شخصی خواننده به سبب نخواندنش گناهگار پشتار دوچار کرد، قیامت او چی می شود؟ به ما فهمانید. بابای حاجی، من از شما پرسیدنیم که در بین شام و عصر خوردن درست است یا نه؟ این را نوشته است مادر علم دیده. این بین عصر و شام خوردن هیچ زللی ندارد. من ندیدم در یگان حدیث پیغمبری خدا یا یگان مسئله که بین عصر و شام خوردن ناجایز باشد. اگر شخصی را که نماز عصرش خواندگی باشد برای وی خوردن بین عصر و شام هیچ زلال زیانی ندارد. اون بعضی مسئله هایی که مردم میگویند گویا که فرزند او از آب کوثر محروم می شود و دیگر مسئله هایی که میگویند اینا هیچ اساسی ندارند، اینا معنی هم ندارند. یعنی بین عصر و شام با طریق اولا جایز است که شما طعام خورین. و شخصی که مجبوری خودش را به قتل میرساند، هلاک میکند، حالی او چگونه است در اسلام؟ خداوند در قرآن در سوره نساء به ما و شما گوشزد میکند، خبر میدهد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. خداوند امر میکند ای بندگان من، ای مردم، شما خودتان را به دست خودتان به قتل نرسانید، پروردگار شما برای شما رحیم و مهربان است. این امر الهی است که شما با دست خودتان را به قتل نرسانید. خدای شما با شما مهربان است. تو الکی یک جنایت صادر میکنی، امر پروردگار تا پایمال میکنی. خدا به تو میگوید خودت را به دست خودت قتل نکن، تو سخن پروردگار قبول نمیسازی، بلکه خودت به هلاکت میرسانی. از حساب چی؟ از حساب زندگی، از حساب مشکلات هایی که بالای شما می آید، از حساب دردی که شما را غم می دهد. باید انسان با صبر باشد، باید انسان با تحمل باشد. باید در هر یک مصیبتی که به سر او می آید، چه از جهت خانه‌داری است، چه از جهت بیماری است، چه از جهت زندگی او پیدا می شود، باید وی از این مصیبت ها فرار نکند، باید نگریزد، باید بلکه در اینها صبر کند. و خداوند همراه صابران است، او را خداوند اجر می دهد. اگر هر نفری را که این گونه زندگی های مشکل بالاش آید و وی خودش را به هلاکت رساند، پس این چی معنی پیدا می کند؟ امروز اکثریت مردم در مشقت از حساب یا از زنداریش است یا از حساب فرزندای ناخوبش است گرفتار هستند. و اینها اگر دستی با قتل زنند، اینها همه در نزد پروردگار گناهگار می شوند. یک حدیثی را من برای شما الحال می خوانم، برای شخصانی که خودشان را با دست خودشان قتل می کنند. چند جوانها را اگر یاد داشته باشین، از حساب عشق، از حساب دختربازی،
خودشان به هلاکت رساندند. چندین دختر دیگر هم از حساب آن که این جوان او را در نکاح خود ندر آورد وی هم خودش را به هلاکت رساندگی است در همین شهر ما و شما. کان فی من قبلکم رجل به جرح فاخذ سکینا فحز بها یده فما رقاء الدم حتى مات فقال الله بادرني عبدی بنفسی فحرمت علیه الجنه. پیغمبر خدا گفت که در امتهای پیشین، امتهایی که پیش از من گذشتند، یک نفری بود که یک جراحت در بدنش داشت، یک جراحت بود، یک زخمی بود که وی غم میداد، دقت میداد، درد میکرد. این مرد به یک حالت آمد که دیگر طاقت کرده نتانست و کار در گرفت و همین شاهرگهایی که وجود دارد که در بین دست ما و شما رگهای کلانی که هست، همین ها را میگه به کار برید تا که خونی او تیزتر براید و این مرد جانش از همین دنیا خلاص شود، از این درد خلاص شود. رسول اکرم گفتن وقتی که این مرد این عمل انجام داد، خداوند چی گفت؟ بادرنی عبدی فحرمت علیه الجنه. بنده من در حیات خودش رحم نکرد، بلکه خواست که پیش از مهلت از دنیا گذرد. از این خاطر من بر این گونه بنده ها جنت حرام گردانیدم. کسی که اگر خواهد که پیش از مهلت، پیش از ساعت اجلش، یعنی با مرگ الهی نه بلکه با دست خودش را به قتل میرساند، خداوند بر او وعده دارد فحرمت علیه الجنه، من حرام گردانیدم آن جنت جاودانی را، آن جنت پرناز و نعمت را برای این گونه بنده های ناشکر حرام گردانیدگی هستم. حیات این نعمت است. این نفس هایی که شما میکشید، این تن صحتی که شما دارید، اینا یک نعمت کلانی هستند. شما برای اندک معامله های دنیایی وقتی دستی به کشتار میزنید، دستی با قتل میزنید، خودتان هلاک میکنید، شما یعنی نفرت از نعمت پروردگار کردید. از این خاطر در هر معامله، در هر مصیبت شما صبر کننده باشید. انشاءالله هر یک میگوید پایان شب سیاه سفید است. هر یک مشکلات با آسانی دارد. فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. خداوند در قرآن میگوید هر یک مشکلات برای خودش آسانی دارد. هر یک مشکلات برای خودش آسانی دارد. امروز اون معامله که بین زن داری، جنجالی که در عائلت داری، گفتی شاعر زندگی آینه بیش و کمیست، هر شب در آسمان ستاره نیست. در آسمان هر شب ستاره زار نیست. زندگی دوستان خدا را اگر ورق زنید چه مشکلات بالای اونها بود، چه عذابهای اونها داشتند، چه زبان درازی های از جانب زنها میشنیدند. لیکن عزیزان ما و شما دستی به کشتار نزدند، بلکه اونها صبر کردند. و جوانها، من برای شما چندین بار خبر دادم، عشق ورزی نکنید. عاقبت عشق به نهایت سیاهی کلان دارد. شما به همه جنایت دست میزنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن. در نماز خواندن سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلا را از 3 بار زیاد خواندن جایز است یا نه؟ ما و شما وقتی که رکوع میکنیم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یا سجده میریم سبحان ربی الاعلا. پاک هستی تو ای پروردگار ما، چی بزرگ هستی ای پروردگار ما. ما وقتی این کلمات ها را که یاد میکنیم،
اینها را کمترین تسبیح 3 بار است. یعنی اگر مبادا شخص امام باشد برای قوم همین 3 بارش کفایت کننده است. چگونه پیغمبر خدا میگوید هر وقتایی که شما تنها گذار باشین فلیطول ما شاء، چند قدر دراز میگوی گفتن بگیر. 5 بار میگوی، 7 بار میگوی، 9 بار میگوی، 11 میگوی، 13 میگوی، یعنی عدد طاق تا چند باری را که سبحان ربی الاعلا میگوی، سبحان ربی العظیم میگوی، سر در سجده بمان. در سجدگاه چی دعایی که میکنی کردن بگیر، چی درخواستی که داری در حالت همون پیشانی را در بالای جای نماز ماندن، پیغمبر خدا گفتن یک موضع اجابت دعاست. وقتی آدم پیشانیش در سجدگاه میماند، سبحان ربی الاعلا را انجام میدهد و باز دیگر مناجات ها و دیگر طلبات هاش پیشنهاد میکند، خداوند وی قبول میکند. اگر شما تنها گذار باشین، در حالت امام باشین، از 3 بار زیاد نکنین. داملای محترم، مادر من بیمار است. با تیمم یا کج پهلو کتاب قرآن خواندن ممکن است یا نه؟ ممکن است. اگر کدام مادر یا پدری که بیمار باشد، نشسته نتواند، اگر در حالت کج پهلویی اگر قرآن خواند با طریق اولاد درست است. زیرا که خداوند در قرآن میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ بنده را از قوتش دیده زیاد ما تکلیف نداریم. از بنده آن مقدار طلب داریم که قوت او را داشته باشد. بین ماه مبارک رمضان در 1 سال 1 بار می آید، لیکن خداوند میگوید وقتی شما مریض باشید بندگان من، روزه را بخورید تا وقتی که شما شفا یابید. بندگان من، اگر شما راستا نماز خواندن نمی توانید، نشسته نماز خوانید. نشسته نمی توانید، کج پهلو نماز خوانید. اینقدر سبکی های برای ما و شما وجود دارد. بنده من، مسافر می شوی، اگرچه با بهترین تکنیک های زمان می روی، هیچ مشکلات بالای تو نمی آید، حتی در بدنت عرق پیدا نمی شود. تو مسافر می شوی، روزه را بخور، جایز برای تو مسافر هستی. این گونه سبکی ها در دین اسلام ما و شما موجود است. از این خاطر هر مادر و پدری که چگونه ای که خدا را عبادت کرده می تواند عبادت کند، جایز است. السلام علیکم داملای شیرین زبان، من از شما خواهش میکنم که با این سوال من جواب دهید. در مسجد شخصی که زن ندارد پیش در آمدنش ممکن است یا نه؟ ممکن است. اگر شخصی که زن نداشته باشد لیکن عالم باشد و شخصی که زن دارد و مثل او علم ندارد، وی در نزد این شخص بی زن جایز نیست که پیش در آید. عالم همه وقت پیش می در آید، زن دارد ندارد باید که وی پیش در آید. زن داشتن در شرط امامتی داخل نمی شود. برای امام یعنی شرط های اساسی همین است که وی عالم فقه باشد، وی عالم فقه باشد، مسئله ها را فهمد. در داخل نماز باید که واجب از فرض جدا کرده تواند، سنت از واجب جدا کرده تواند. کدام عمل او سنت است، کدام عملش واجب است. با ترک این نماز فاسد می شود، مکروه می شود. این عمل مباح است، چی هست، اینها را فهمیدن لازم. این برای امام شرط است. برای من یک برادر اینجا سوال کرده است، اگر قاری قرآن در مسجد باشد و یک عالم در پیش باشد، آیا قاری قرآن پیش می درآید یا عالم؟ عالم هزارها مرتبه از قاری قرآن بالاست درجهش. اگر 100 قاری قرآن در داخل مسجد باشد، یک عالم در پهلوشان باشد، عالم حق دارد پیش درآید. قاری قرآن اینها یک رکن نماز می دانند، فقط قرائت می کنند، لیکن عالم از همه رکنهای داخل نماز با خبر است.
برای همین برای امام شرط همین است که باید که فرض و واجب و سنت و مستحب و مکروه و مباح و این عملها را داند. یعنی زن داشتن و نداشتن او در شرط امامتی داخل نمی شود. السلام علیکم داملای عزیز، من یکی از مخلصان اشدی شما. راستی گپ من برای اولی که به مسجد شما قدم گذاشتم هوس من به نماز جمع خانی دوچند و دهچند شد. از خدای متعال آرزو دارم که علم و دانش مهارت شما را با همه داملاهای مسجدهای جمع خانی دیگر نصیب گرداند و ما از امر معروف های آنها بهره‌ور شویم. راستی گپ من در اداره دولتی کار میکنم. وقتی که به نماز جمعه رحکی میشوم کار دیگری را بهانه کرده دروغ میگویم و به نماز جمعه میآیم. نمیدانم که این دروغ من گناهگار میشوم یا نه. سوال من به شما چنین است: من در یکی از امر معروف های شما شنیدم که 7 گناهی هست که آدمان از رحمت پروردگار بی نصیب می شوند. برای مثال با دست ریزاندن شهوت در حالت حیض، با زن خانه‌داری کردن یا به حیوان رسیدن. اگر بنده یکی از این گناه ها را در آوان جوانی از روی نافهمی کرده باشد، حالا پشیمان شده توبه کند، آیا از رحمت خداوند بی نصیب می شود یا نه؟ التماس جواب درست دهید. یعنی ما 7 گناه گفتیم که حدیث پیغمبر است که روز قیامت از رحمت پروردگار دور هستند. که چگونه که این برادر 3 گناه این یادآور شد. اگر این گناه ها را کدام از ما و شما در حالت جوانی کرده باشیم و امروز به سوی پروردگار بازگردیم و گوییم ای بار الهی، ای بار خدایا، ما هر گناهی که تا امروز کردیم از نافهمی بود، از جهل بود، از نادانی بود، امروز که فهمیدیم که این جنایت است، این گناه است، توبه به سوی تو کردیم. خدایا مرا ببخش. خداوند شما را میبخشد. رسول اکرم میگوید التائب من الذنب کمن ذنب له. توبه کننده از گناه مثل شخصی هست که گناه نکرده باشد. من دیروز در نماز عید به همه شما خبر دادم و در باب توبه کمی صحبت کردم. جوانای عزیز و برادرایی که امروز سن سال شما به 50 و 60 رسید و امروز قدم اولین به مسجد گذاشتین، شما از ملامت هیچ کس نترسید. خداوند شما را همچون بنده به درگاه خودش قبول کردگی است. اگرچه تا امروز تو عرق نوشیدی، اگرچه امروز تو صدها زنا را انجام دادی، اگرچه امروز تو دیگر گناه ها را صادر کردی، امروز که به مسجد آمدی، امروز که تو بالای جای نماز بر آمدی، خداوند همه گناه های تو را به نیکی ها مبدل کردگی است. این وعده پروردگار است. این حدیث پیغمبری خداست. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی گناه میکند، توبه میکند، خداوند توبه او را قبول میکند و این شخص مثل شخصی هست که گناه نکرده باشد. برای همین برادرای عزیز و پدرای مهربان، از همه شما خواهش میکنم، همون فرزند یا برادری که در پهلو میبینیش و تا دی روز وای عرق خور دیده بودی، تا دی روز وای زناکار دیده بودی، تا دی روز وای دروغگو دیده بودی، وای ملامت نکن، بلکه بگو بسیار خوش آمدی، خوش به حالت که 1 ساعت پیش آمدی، بسیار کاری نیک کردی. با این گونه صحبت ها ما باید دل وای به دست گیریم، نه اینکه وای ما و شما از مسجد گریزانیم. تا دیروز تو عرق نوش بودی، امروز باز تو نماز خوان شدی. خودت چی بودی؟ تاریخ خودت اگر ورق زنن از دیگ دهم سیاه است. خدا در قرآن میگه ولا تجسسوا، یکدیگر را جستجو نکنین، از تاریخ یکدیگر یادآور نشوین. اگر شما تاریخ حضرت عمر خوانین، به سوی خدا پناه طلب میکنین که چه عملهای نادرست کرده بودند.
یکی خدا که هدایتش کرد امروز 1.5 میلیارد مسلمان روی دنیا. حضرت عمر میگویند دحیه کلبی 60 سال پادشاهی کردند، میگوید 60 نبیره و دختری خودم به دست خودم قتل کردم. که خداوند بخشیدش. وقتی وی لا اله الا الله محمد رسول الله گفت، خداوند از کل گناه های او درگذشت. برای همین هر یک انسانی که توبه میکند به سوی خدا بازگشت دارد. من برای همه شما سخن خدا و پیغمبر اعلان میکنم که خداوند شما را بخشید. 10 سالی که تو گناه کردی، 10 سال تو نماز خواندی، 10 سال تو عبادت کردی. ناامید نشو، بلکه آمده از صحبت ها برخوردار شو. عبادت تا دوچند کن، آب چشم تا زیاد کن. و این دروغی که این برادر گفته است برای آنی که در کار حکومت برای او یگان سختی نرسد، این من حتی از یک داملای کلان پرسان کردم. اون حضرت گفتن جایز است، جایز است که برای اگر نماز و اگر یگان دروغ استفاده برده و آمده نماز خواند. اگر چندی که مثال دروغ در حدیث های پیغمبر میگوید برای در حرب، یعنی در حالت جنگ، الحرب خدعتون گفت از پیغمبر، جنگ خودش فریب است. یعنی جاتا از اینجا ایواز میکنی، از اینجا ایواز میکنی برای دفاع کردن جان خود از دشمن. این هم یک نمود فریب است. این رسول اکرم اجازت دادند. و دیگر فریب، این دیگر دروغ جایز است اگر بین دو آدمی که قهری باشند. ما رفته پیش او کس میگوییم که وی بسیار پشیمان شده است، حالان که وی پشیمان هم نشده است. ولی امروزه قهری های ما و شما برعکس تکبری دارند، فخر میکنند. اگر ما رفته از جانب اونها گوییم که وی پشیمان شده است، وی خودش را هر روز ملامت میکند که این چی کاری نامعقول بود، اگر این گونه سخنهای دروغ هم استفاده بریم تا که دل وی نرم کنیم و اینها باز با یکدیگر آشنا شوند، این دروغ هم جایز است. و دروغ دیگری که جایز است بین زن و شوهر، اگر یعنی جدایی اگر پیدا شده باشد، اونها را باز برای یک جا کردن و زندگی اونها را مستحکم کردن. اگر ما دروغ هم که گوییم، پیش زن رویم گوییم که مرد پشیمان شده است، وای میگوید که کاش که یک بار دیگر باز زندگی کنم. و پیش شوهر رفته مثال از حساب زن گپ زنیم که زن تو هر روز گریان است و باز زندگی دوباره میخواهد. این گونه سخنهای دروغ هم اگر استفاده بریم برای یک جای شدن زندگی اینها هم جایز است. السلام علیکم داملا حاجی میرزا. داملای عزیز، همه آبادی مسجد از برکات شماست و ما نیز از 90 کیلومتر پیش شما می آییم و روز و شب در حق شما دعا می کنیم. یک سوال داریم. آیا در قبرستان اگر در پهلویت شخصی را بیارند و گور کنند، از او ضرر یا فایده هست یا نه؟ با احترام. آیا در قبرستان اگر در پهلویت شخصی را بیارند و گور کنند، از او ضرر یا فایده هست یا نه؟ با احترام مخلص شما. سوال دوم، به دعوت به خانه‌ای که صدقه کرده است رفتن چه خیل است؟ اگر ما و شما در گورستان، این سوال این برادر این است که در گورستان اگر در پهلوی تو نفر را بیارند، آیا از حساب او همون همسایش عذاب یا راحت میبیند یا نه؟ در حدیث های پیغمبر میگذارد، در قصه ها هم میآید که از پیغمبر خدا این سوال کردن: ای پیغمبر خدا، اگر در قبرستان در پهلوی من یک شخص نیکی را
خوش اخلاقی را اگر آورده و گور کردند، آیا از او به من یگان فایده ای هست؟ رسول اکرم گفتند آیا اگر وی زنده می شد و اگر همراه او تو یک جا بودی یا در همسایگی او زندگی می کردی، آیا از او به تو چیز فایده می رسید؟ گفتم بله فایده می رسید. گفتند مادامی که اگر در حیاتت در پهلوی آدمی نیک باشی، در همسایگی آدمی نیک باشی، از او به تو فایده که رسد، در مردن هم انا همین احوال است. این اگر در پهلوی ما و شما نفری را خوابند که وی عالم است، وی شهید است، وی روزدار است، وی با نماز است، وی عبادت کننده است، خوش به حال ما و شما. لیکن اگر در پهلوی ما و شما نفری را خوابانند که خیلی بد اخلاق، بد گفتار، بد کردار و دیگر عملهای ناشایسته ای را در دنیا انجام داده باشد، ضرر او به همسایه‌اش میرسد. یکی از صالحان حکایت میکند، پیر یک کس میگوید من این شاگردی خدا در خواب دیدم که خیلی احوالش بد، خیلی چهرهش زرد و گریان بود. وقتی که روز شد بسیار غمگین شدم که این شاگردی من احوالش خیلی بد است. وقتی از بین میگوید 3 روز گذشت، باز همین شاگردی خود در خواب دیدم که این دفعه در یک باغزار چمنزار سیر و سیاحت میکرد. بسیار وقتش خوش بود. پرسان کردم ای دوستی خدا، 3 روز پیش من تو را در دیگر احوال دیدم، امروز احوالت خیلی نیک دیدم، چی سبب دارد؟ گفت در اصل وقتی که مرا در قبر خوابانیدن، بعضی عملهای نادرستی که من انجام دادم خدای خود غضبناک یافتم. لیکن 3 روز بعد در پهلوی من یک عالم را آورده خوابانیدند که خداوند از شفاعت این عالم 40 همسایه اطراف قبرستان شفاعت کرد. 40 نفر دیگر از عذاب الهی خلاص یافتند به حاضر شدن یک عالمی که در قبرستان خوابانیده شد. از این خاطر از همسایه قبر هم تأثیر برای ما و شما می رسد. ابوبکر وراقی را حکایت میکنند که گفته بود است به گورستان از آن روزی که خوابم چنین در گریه و حال و تباهم. ابوبکر وراقی هزارها شاگرد داشتند، خدمت‌های شایسته در اسلام کردند. گفتند از آن روزی که در همین گورستان پای قدم کردم، هیچگاه از گریه خالی نبودند. اینا استادش نقل میکند. وقتی پرسانش کردند چرا اینقدر گریه میکنی، تو اینقدر خدمت نشان داده هستی، اینقدر آدم پاکیزه بودی، وی گفته است و گورستان از آن روزی که خوابم چنین در گریه و حال و تباهم، که هر مرده بیارن سوی گورستان، ندارد ده یکی اون نور ایمان. از این گریه دارم، از این احوال من بد است که 10 نفری که میارم به گورستان، هر کدامش که در قبر میگذارند خبر او اعلان میشد که این آدم ایمان نآورده است. این عذاب من، این دهشت ها و این غم منم از حساب همین است که این بندگان خدا به ایمان به خانه آخرت خود سفر کرده ایستادند. و دیگر مسئله گور در اینجا صحبت شد. برادرای عزیز، در بالای قبرستان ها اسراف نکنید. بالای گورستان ها در این سیمنت هایی که برده میریزین، مقبره هایی که شما میکنین، اینها از روی دستورات اسلامی جایز نیست. اینا در اسرافات میدرآید. اینا اسراف هستند. اسلام ضد اسراف است. اسراف نمیخواهد. اسراف کارها را دوست نمیدارد. باید که قبرستان های ما و شما، قبرهای ما و شما عادی باشند.
برای نشانه میلش یگان سنگی را اگر برده گذاشتیم در اون هم اینقدر آیه های کریمه می نویسند، بسم الله الرحمن الرحیم می نویسند، تاریخ سال می نویسند، شعرها می نویسند. اینها را ننویسید، اینها جایز نیستند. بالای قبرهاتون گچکاری نکنین، حدیث های پیغمبر است. بلکه می توانین در قبرستان هاتون درخت شینانین، قبرستان ها را به گلزارها مبدل کنین، قبرستان ها یک منظره های زیبایی شوند. اون گل های تر و تازه تسبیح مرده را میگویند. لیکن این مناره هایی که شما میکنین، اینقدر اسراف هایی که بالای گورستان ها میکنید، اینها را اسلام برای شما رخصت نمیدهد. شما گناهگار میشوید در این مبلغ هایی که در اون مقبره های بالای گورهاتون صرف میکنید. حضرت مولوی جنونی را خدا رحمت کند میگوید اگر گورت همه نقش و نگار است، چی سود پر در لحد گر اژدهار است. چی فایده دارد بالای قبرها را اینقدر نقش و نگار کردن وقتی که داخل قبر از اژدهار خالی نباشد؟ وقتی داخل قبر عذاب داشته باشد، این نقش و نگار به کی فایده دارد؟ برادرای عزیز و پدرای مهربان، همه شما آینده زیر قبر می روین. کاری کنین که داخل آباد کنین، بیرون آباد کردن هیچ معنی ندارد. میلش از گوره های پدر و مادرهامون خبر میگیریم، اطرافهاش تازه میکنیم، سبزگاری میکنیم، درخت میشینانیم، لکن عمارت نمیکنیم. عمارت جایز نیست. در مسئله ها من چندین بار خبر دادم که حتی اگر گورکنها در داخل قبر ساعتش فراموش کند، لباسش فراموش کند یا بیلی میکندگیش فراموش کند، اگرچه در اسلام قبر دوباره کندن جایز نیست، لیکن برای آن که این ساعت فراموش شده است یا لباس فراموش شده است یا بیل فراموش شده است که به این آدم های زنده محتاجند، برای این اسلام رخصت میدهد که قبر دوباره کنین. ببینید در لحد غشت پخته ماندن مکروه است میگوید. برای چی؟ برای که به غشت پخته آدم های زنده محتاج هستند. یا اگر در لحد تخته مانی مکروه است میگوید، برای به تخته آدم های زنده محتاج هستند. برای مرده چی در کار اینها را نکنید برادرای عزیز. اینها احترام پدر و مادر هم نشانه میدهد. شما در دنیا دعای پدر و مادر را گیرین، این بهتر است از او که بالای قبر او را اگر تو طلایی کنی. بسیاری فرزندها هست که پدر و مادر را در حیات ناخشنود میکنن، خفه از دنیا روانشان میکنن و بعدن چیکار میکنن؟ بعدن دیگر میبینی که هفته ها نان دادن، بعد بالای قبرهاشون دیگر میبینی که هر گونه نقش نگار دادن، وای به تو فایده نمیکنه. پدر و مادر در حیات دعاشو بگیر، در حیات با او معامله نیکن. این است بردی شما. و دوم سوالی که این برادر ما کردن، به دعوت خانه‌ای که صدقه کرده باشد رفتن درست است یا نه؟ امروز انشاءالله من باوری کامل دارم که این مسئله خیلی حل خودش یافتگی است. اگرچند که در دوره‌های کمی چند سال پیش بعضی از شعارهای نادرست و بعضی از تبلیغهای نادرست وجود داشت که هر جایی که اگر صدقه را شنیدین یا نان را شنیدین حتمی روین. این دروغ است. صاحب 4 کتاب خدا رحمت کند میگوید اول آن باشد که مانندی مگس، مردی ناخوانده شود مهمان کس. هر کی او مهمان کس ناخوانده شد، نزد مردم خار و زار و رانده شد. آدمی ناخوانده گفته از حکم مگس دارد، حکم پشه را دارد. پشه را بینین از این خانه به او خانه، از او خانه به او خانه حرکت میکند، عاقبت در یک خانه میزنن نابودش میکنن. آدمی که دعوت نداشته باشد، آدمی که او را به سوی اون خانه نخوانده باشند ترک کنین. این دروغ است که نانشونیدین باید که رفتن واجب باشد. اذا دعی احدکم
فلیجب فإن كان صائما فلیصلی و این کان مفطرا فلیطعم. پیغمبر خدا گفتند وقتی اگر کدام از شما را به کدام خانه دعوت کردن فلیجب، اجابت کن، رو به اون خانه. اگر تو روزدار باشی در اون خانه دعا کن، اگر روزخور باشی از طعامش استفاده ببر. حتی روزدارم که باشی دعوت قبول کن. در اون خانه چکار میکنی؟ دعا میکنی. لیکن اگر روزخور باشی از طعامش استفاده میبری. و اینجا یک مسئله دیگر هم پیدا شد. اگر در کدام خانه که رفتید مبادا پیش شما طعام آوردن، این یک فعل پیغمبر بود که اگر رسول اکرم طعام معقولش میشد طعام میخورد، اگر مبادایی که این طعام شور میشد یا مزه نمیداشت وای عیب نمیگرفت، وای کمبودی این طعام نمیگرفت، بلکه میگفت که من اشتها ندارم. اینم یک صورت مسئله هست که امروز در چندین خانه هایی که ما و شما مهمان میشویم همون طعام میچشند. اگر کمی لذت نداشته باشد در بین مردم اعلان میکنند یا شور است یا لذت ندارد یا دیگر. اینم از آداب مهمانداری نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، حاجی مرزا. خدا عمر و برکت به علم شما را زیاده گرداند که با سخنهای شیرین خود در دل ما جای گشتید. من بار اول است که در مسجد شما اشتراک دارم و میخواستم با این سوال خود پاسخ گیرم. میگویند شخصی بی نماز را نانش را خوردن، با او خیر احسان کردن، با او دوستی کردن، او را سلام دادن و حرمت کردن درست نیست. ولی ما را چنین شخصان و مرا چنین شخصان به خانه خود دعوت میکنند، سلام میدهند، با ما دوستی کردن میخواهند، خیر و احسان و حرمت میکنند. بگویید که ما جوانان در این معامله چیکار کنیم تا اینکه دشمن مردم و دشمن خدا نگردیم؟ با عذر و احترام بابای داملا، خدا شما را نگه دارد. در کتاب زکات دادن بر آدم کافر من میکند و الا خیر احسان به کافر دادن جایز میگوید. ما باید آدمهای بی نماز تربیه کنیم. آدمهای بی نماز باید از معرکه ها پیش نکنیم. اونها را با چشم حقارت ننگریم، اونها را دشنام ندهیم. باید که اونها را ما و شما مثل برادر نمازخوان دوست داریم، احترام کنیم. رسول اکرم میگوید لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ایمان شما کامل نیست تا آن زمانی که آن چیزی را که برای خودت دوست می‌داری برای برادر مؤمن دوست نداری. یعنی آن برادر را ما و شما باید که تکلیف کنیم. اگر تکلیفی بر خانهش کند به خانهش می رویم و در خاندانش وقتی که ما و شما نعمتهای خاندانی او را خوردیم باید که باید شینانده و نصیحت کنیم. هارون الرشید، یک قصه یادم آمد. این از دوره های عباسیان است. ابو یوسف در دوره های هارون الرشید زنده بودند، شاگرد امام ابو حنیفه. میگوید بار به خانه هارون الرشید مهمان شدم. هارون الرشید همه شما میدانید که یک مملکت کلانی را صاحب بود. وقتی به خانهش رفتم یک سوالش کردم، نگاه کردم که تا حال هارون الرشید عصر را نخوانده است، وقتی عصر رفته ایستاده است. گفتم ای هارون الرشید، اگر تو در بیابان تشنه مانی و حالتت خیلی ناخوب باشد، من برای تو اگر آب دهم به من چی میدهی؟ گو من بر تو نصف ملکم را میدهم.
ابو یوسف میگوید باز سوالش کردم اگر مبادای این آب تو خوردی و نوشیدی و در حلق تو ایستاد پایان نرفت و اگر طبیب را دریافت کردیم ماهرانه با طریق آسان این آب پایان برد، این حالت در این طبیب چی میدهی؟ گفت نصف ملک دیگرم را او را میدهم. میگوید گفتم ای هارون الرشید، وقتی که دولتت را ملکت را برای یک آب دادن من و برای یک طبیبی که آب و پایان روان میکند میدهی، پس آن پروردگاری که برای تو این آب مهیا کرد، این آب آفرید و خالق این آب همون پروردگار است، چرا که نماز عصر تا نخوانده؟ تو برای ما دو مخلوق، یکی من یکی طبیب، دولتت را برای تنصیحتی و برای آب دادن میدهی، برای آن پروردگاری که مهیا کننده این آب است، پیدا کننده این آب است، برای چی نماز عصر تا تأخیر کردی؟ چرا نماز عصر تا نمیخوانی؟ یعنی ما و شما وقتی در نزد دسترخوان این نفر بی نماز که نشستیم با او مثال میاریم. ای برادر عزیز، این نعمت هایی که در دسترخوان توست اینها را کی پیدا کرد؟ آیا همین انصاف است؟ آیا همین رحم است؟ آیا پدر تو بی نماز بود؟ مادر تو بی نماز بود؟ اجداد تو بی نماز بود؟ چرا از اونها عبرت نمیگیری؟ گفته وای ما باید که نصیحت کنیم، نه دشنام، نه از معرکه وای پیش کنیم. این طرز درست تبلیغ نیست. برای همین از همه شما برادرای عزیز، کدام همسایه، کدام برادر، کدام خواهری که از شما بی نماز باشد، از اونها فقط چیکار کنید؟ از اونها فقط با طریق درست، با طریق نرمی دعوت کنید، اونها را به سوی نماز بیارید، انشاءالله در این شما ثواب میگیرید. حضرت علی را پیغمبر خدا چی گفتند؟ والذی نفسی بیدی لا یهدی الله. یعنی حدیثی هست که ای علی، اگر از دست تو یک نفر اگر هدایت بیابد، این در نزد پروردگار خوشتر است از یک اشتر سرخمویی که تو قربانی میکنی. یعنی از این خاطر شما یک آدم اگر اهل هدایت گردانین، تصور کنید که از یک اشتر سرخمویی که شاید وای چندین هزار سامان قدر دارد، شما در راه خدا خیر کردگی هستید. یک سوالی هست، شاید این وقتی ما تا حد امکان گپ میزنیم. یک برادر از ما التماس کردن که این سوال چند جمعه پیش بود که در باب غیبت کمی صحبت کنم و امروز اما در یک معرکه سحر بودیم. همون خاندارم باور کنید تکلیف کردن از پیش خود که شما در صحبت هاتون در باب غیبت سخن کنید که هر معرکه که می نشینیم فقط غیبت است، فقط غیبت است. غیبت خودش چی معنا دارد؟ یک انسان در غایبیش سخن گفتن، چنان سخنهای میگوید که وقتی که اون سخن پیش وای میارن وای ناراحت میشود از این سخنها. اینا میگوین غیبت. خداوند در قرآن میگوید ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی میتا فکرهتموه. خداوند میگوید ای بندگان من، یکدیگر را غیبت نکنید. آیا دوست می‌دارید این که گوشت یک برادری مرده شده را پیش تو نهایند، پیش تو گذارند و به تو امر کنند که این گوشت را بخور؟ فکرهتموه. آیا برای تو این خوردن دشوار است؟ برای تو نفرت آور است که گوشت یک برادری مؤمنت را بخوری؟ از غیبت باید ما و شما دور باشیم. حضرت سعدی میگوید مکن غیبت اگر عقلت تمام است که گفتار تو در غیبت حرام است. غیبت کردن این حرام است، این درست نیست. اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهر، با عیبی کس کجا پردازی آخر. حضرت میگوید که کنی یک عیبهای خود حساب کن
یک تاریخی خود نگاه کن، چند قدر عیب داری، چند قدر نقص داری. عیب یک برادر مؤمن تا کجا تو میکاوی؟ کل المسلم علی المسلم حرام، ماله و دمه و عرضه. پیغمبر خدا میگوید هر یک مسلمان بر مسلمان حرام است. چی حرام است؟ خون او، مال او، آبروی او. حرام است که یک برادر شما در غایبی آبروی را پس کنید. چگونه ای که امروزها میشنویم فلانی این گونه گفت، فلانی اون گونه گفت. مالک ابن دینار را حکایت میکنند که میگوید بسیار عادت مبارکش این بود که در قبرستان می نشست، فقط در قبرستان می نشست. گفتن ای مالک ابن دینار، تو کجا می نشینی؟ نخواد جای شیشتن نیافته باشی که نشستگاه خود قبرستان در قرار دادی. حضرت مالک ابن دینار چی گفتند؟ گفتند ای مردم، گفتند من در بین قوم نشستگی هستم که اگر در بین اونها ماها که نشینم کسی اونها مرا آزار نمیدهند. من در یک مکان نشستگی هستم که اونها مرا آزار نمیدهند اگر یک ماه همراه اونها نشینم، و اگر وقتی که از پیش اونها خارج میشوم و خانه میآیم کسی اونها مرا از پسم غیبت نمیکنند. و حضرت گفتند نشستن با مرده ها بهتر است از آن که با نشستن زنده ها، که امروز اگر در بین مردم نشینی آزارت میدهند، اگر از معرکه بیرون شوی از پس غیبت سر میکنند. حضرت مالک ابن دینار گفتند هزارها بار بهتر است از شما باری زنده های غیبت گرده همون مرده هایی که خاموش هستند. امروز زنک ها الکی قفا ماندند. غیبت این اولا از زنها بود، امروز مردها این غیبت گرفتند که در هر معرکه‌ای که می نشینیم، کدام معرکه‌ای نباشد، حتمی غیبت در اونجا وجود دارد، بی غیبت نمی شود. رسول اکرم می گوید من یزمن لی بین لحییه و ما بین رجلیه ازمن له الجنه. کسی اگر ضامین گرداند خودش را به سوی من این که زبانش را داشته می تواند و بین پایش را از حرام نگه می دارد، از من له الجنه، من هم خودم را ضامین می گردانم که وی را وارد جنت بگردانم. کدام شما اگر قوت داشته باشین و خودتان را ضامین گردانین در نزد پیغمبری خدا که پیغمبری خدا من این زبان فقط در یاد خدا و در تعریف بندگان خدا و در فقط خوشگفتاری صرف میکنم، رسول اکرم برای تو ضامین میشود که تو را وارد جنت کند. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. پیغمبری خدا میگوید کدام شما ایمان داشته باشید، البته کدام شما را الحال گوین ایمان داری، البته میگوی ایمان دارم، اگر به ایمان گوین شما را باور کنین چند قدر قهر و غضب شما بلند می شود. که رسول الله با ایماندارها مراجعت دارد. ایماندارها، کسانی که میگوید ما به خدا و پیغمبر ایمان داریم، فلیقل خیرا، فقط هر وقتایی که زبان تا در حرکت میدراری فقط سخن نیک بگو. امر دارد پیغمبر سخن نیک بگو، غیبت نکن. او لیصمت، سخن خوب نمیدانید سکوت کن، سکوت برای خود اختیار کن، خاموش باش. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله اینجا در حق برادرانی هستن که دعا میکنیم. اینجا یک برادر التماس کرده است، التماس یگان 20 دقیقه زیادتر گپ زنید از دوشنبه مهمان ها. اینجا الحمدلله که مهمان های زیاد داریم و این 20 دقیقه را ما نمیتونیم که البته الحال دراز کنیم، زیرا ما میتوانیم که از قسمی یعنی از ساعت ها 11 هم موعظه ها منحصر کنیم. میتوانیم انشاءالله اینم یک فکر میکنیم، شرط شرایط هاش میابیم،
تا که همین 1 ساعت نه بلکه 1.5 ساعت کنیم. لیکن اینجا در باز یک گفتی حکیم ها ناگفته نماند. میگویند سخن خوش ز هر چی مرغوب است، شیوه اختصار مطلوب است. همین سخن خوب اگرچه مردم در رغبت میارد، اگرچه مردم مست میشود، اگرچه مردم یعنی یک خواهشات زیادش پیدا میشود، باز میخواهد که سخن درازتر باشد. لیکن این شاعر میگوید که شیوه اختصار مطلوب است. من میگویم که سخن خوش کمترش بهتر است. برای چی؟ مثال میارد که شهد اگرچه نفع بیگران دارد، چون از آن پرخوری زیان دارد. همین عسل میگوید سر به سر فایده است، سر به سر شفا است، در همه دردها شفا است. لیکن اگر از همین عسل هم که زیاد خوردی همون زلالت میکنه. از این خاطر سخنهای خدا و پیغمبر از عسل دم دیده شیرین تر است. لیکن فکر میکنیم همین 1 ساعت شاید کفایت کننده باشد. برای ما و شما همون باز میگردیم به سخن همون محمد صاحب ایرانی، 1 نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدم دانا، برای آدم اهل فهم 1 نکته بس است، 1 جمله بس است. اگر عقل و خیرت و فراست داشته باشد. لیکن اگر عقل، خیرت و فراست نداشته باشد، برای او اگر ساعتها نه بلکه شبها اگر گپ زنیم، مثل 1 چراغ در پیش 1 آدم نابینا گذاشتن است. در حق پسری بیمارم دعا کنید، استاد پیر احمد و برادر حاجی بازارعلی دیروز 100 سامان زکات آوردند. در حق بابای ابراهیم و در حق استا غیرت دعا کنید 12 سامان. این برادران هستند که در همین بینای نوی که ما کرده ایستاده ایم دستگیری میکنند و ما باز مقصد در پیش گذاشتیم که این بینایی که الک 1 آشیانش آباد شد و بالای و الحال مردم به حضور نماز میخوانند، در داخلش هم نماز خوانده میشود. لیکن انشاءالله تعمیر داخلش بعد همین عید انشاءالله شروع میکنیم و دوم آشیانش هم باید که شروع کنیم و دوم آشیانه هم میشود و از این جانب طرف راست ما هم باید این گونه عمارت از 2 طرف باید که یعنی قامت افراخته کنند. فقط دعای خیر شما، فقط یاردم شما. هر کسی که ذره حصه خودش میگذارد انشاءالله وای ثواب خیلی زائد را نصیب میگردد. یعنی همه شما اینا شنیدگی دارین که این صدقه جاریه می شود. شما اگر چنده که در قبرستان خواب هستین، روح شما در عالم ارواح هم که باشد، نامه اعمال شما کشاده است. هر نفری که در این عمارت بنا کرده شما نماز میخواند، ثواب این خداوند در نامه اعمال تو نویساندن میگیرد. برای همین دائم به دعا باشین که خداوند همین عمارت برای ما نصیب بگرداند و برای همین مردم ما نصیب بگرداند. و این خودش الک برای پیشواز همین 2700 سالگی است و همین خودش برای 12 ماه آبادانی که رئیس جمهور هم اعلان کردگی هستند، اینا هم در آبادانی داخل می شوند. خدای مهربان این بندگانی که خیر احسان ها کردند، خیر احسان هاشون به درگاهت مقبول بگردان و هر مرادهای نیکی که در دل دارن خدای مراد و مطلوب هاشون هم حاصل بگردان. گذشتگانشان رحمت و مغفرت بگردان و خودشان را عمر دراز و تن صحت نصیب بگردان و به بیماری هایشان شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. و تمام آن بندگانی که نیک خواه این مسجد هستند، نیک خواه آبادانی این مسجد هستند، خدای اونها را هم از کل آفتها در حفظ امانت نگه بدار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين. ان شاء الله جمعه دیگر در باب فضیلت علم با شما صحبت میکنیم. الله اکبر، الله اکبر، الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول